یه چشم چرا باز نمیشه، مثل هر صبح مثل همیشه. مامان بیا یه چشمم بسته مونده، دو پلکم چسبیدن و خسته مونده. خدایا چرا چشمم نمیشه باز؟ بیدار شدم ولی اون میکنه ناز. مامان اومد با پنبه چای تیره، گفت الان کسی فیش پاک میشه میره. لابد دیشب یه چشم سرما خورده، یک دست آلودت به چشت خورده بوده. مگه که چشم آدم میخوره سرما؟ چه حرفای عجیب میگن بزرگترها، چرا عطسه نمیزنه چشم پس؟ مامان پاک کرد و گفت شکوه رو کن بس. تو آینه دیدمش سرخ چراغ بود، مثل انار ترک خورده باغ بود، مثل انار ترک خورده باغ